افغانستان به سخن جامعه شناسان جامعه کوتاه مدت در مراسم 20مین سالروز قتل احمدشاه مسعود قهرمان ملی افغانستان که در سفارت این کشور در دوشنبه برگزار شد، اعتراض شدید زنان در مقابل طالبان را ادامه مبارزه‌های آزادیخواهی احمدشاه مسعود عنوان کردند. همون میگه سنگ بدگوهر اگر کاسه زرین بشکست قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود. مسعود زری هست که با این شکستنهای سنگش، با این شکستان شیشه مقبرهش از او چیزی کم نمیشه. لطیف پدروم رئیس حزب کنگره ملی افغانستان دشمنی خاص طالبان با احمدشاه مسعود را یاد آورد که به گفته او حالا نیز طالبان آن دشمنی خود را روشن ادامه میدهند. یک نفرت عجیب اینا را فرا گرفته، برای اینکه در اون دره بارها شکست خورده. تقریبا جنوساید دارن میکنن در دره، محاصره کردن دره، از ولایات مختلف آمدن، راه را بستن. همین کن مشکل غذایی وجود دارد، محاصره غذایی از پنشیر، به کودکان آبانان نمیرسه، دارون نمیرسه. همسنگرهای سابق شهید احمدشاه مسعود با یادآوری از کارنامه او میگویند دهها قماندان و سرکرده‌های جبهه مقاومت که در داخل و خارج افغانستان هستند حکومت طالبان را قبول ندارند و در صدد تأسیس شورای عالی جبهه مقاومت با طالبان هستند. قهرمان تعریف داره و در سطح یک کشور و حتی در سطح جهان که نام یک کس یاد میشه که قهرمان و یک لقب تاریخی برش داده میشه، واقعا یک کارنامه، یک اندیشه داشته می باشه. او حتما از کشور خود، از وطن خود او حتما یک اندیشه داره. با فرق از مراسم‌های گذشته، یادآوری از روز قتل احمدشاه مسعود این بار در سفارت افغانستان در دوشنبه هیئت‌های رسمی، کورپس‌های دیپلماتیک کشورهای خارجی و حتی مقامات رسمی حکومت تاجیکستان شرکت نداشتند. یادآوری از 20 سالگی قتل احمدشاه مسعود در حال برگزار شد که طالبان قسمتی از ولایت پنجشیر زادگاه قهرمان ملی افغانستان را تصرف کرده آرامگاه او را خراب کردند. فعلا مثل آن سالهای مقاومت، جبهه مقاومت اکنون زیر رهبری پسر احمدشاه مسعود، احمد مسعود در برابر طالبان در آن دره درگیر است.